اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که افغانستان همچنان با میزان بارندگی کمتر از حد متوسط روبرو است. این اداره روز یکشنبه 21 ثور در شبکه ایکس نوشت که خشکسالی در برخی از ولایت‌ها از جمله فاریاب به یک نگرانی جدی مبدل شده است. شماری از دهقانان میگویند که کاهش بی سابقه میزان بارندگی در سال جاری زراعت را در بسیاری از ولایات افغانستان با چالش جدی روبرو کرده است. آنان میگویند که آنچه در آغاز فصل بهار کاشته بودند به دلیل نبود باران لازم نتیجه نداشت و بسیاری دهقانان متضرر شده اند. در ادامه آمده است که فاریاب یکی از ولایت‌هایی است که در چند سال اخیر بدترین شرایط را داشته و یافته‌ها نشان می‌دهد که اکنون در این ولایت در معرض خطر جدی خشکسالی قرار دارد. این اداره ملل متحد در روزی پیش گفته بود که به مبلغ 16.6 میلیون دلار آمریکایی برای کمک به جوامع آسیب پذیر در افغانستان به منظور کاهش اثرات خشکسالی در شمال و شمال شرق این کشور اختصاص یافته و این اقدام شامل 4 ولایت فاریاب، سرپال، تخار و بدخشان می شود که همچنان از خشکسالی های مداوم رنج می برند. بر اساس گزارش‌های برخی نهادهای بین المللی، ادامه کاهش بارندگی و تداوم خشکسالی در افغانستان نه تنها امنیت غذایی را تهدید می‌کند، بلکه خطر بیجا شدن داخلی و افزایش نیازهای بشردوستانه را نیز بالا برده است.